تحتی کفکوبی های شما من تقدیمه. Она очень, да, сильно волнуется, Николай. У нее сегодня она говорила мечта. Я говорю, а что за мечта? Она говорит, и я увижу Николая Баскова. Это же замечательно. Селфи. Aksi خاطرهای دوستانی عزیز. این عاقبت زنهای تاجیک. این همه خیلیاش ملتی تاجیک شرمنده میکنن. یک مرد کله زرد به خدا او را پوبلیش نه در آغوش میگیره و از روش بوسه میکنه و مردهای به غیرت دیوز کفکوبی میکنن و صدا بلند میکنن. مرد بر شمار زنهای به حیا و مرد بر مردان دیوزه که در همونجا کفکوبی میکنن. مردن شما واری مسلمانو بهتر است والله. کله زردایی که در وطنشان مردهای تاجیک اینقدر تحقیر میکنن، سگ واری تتیشان رفتار میکنن، اینا باشن چیکار کار شدن. بعضی زنهای تاجیک چنان شرمنده هستند که یک خارجی را بینند در تگ پاش میدرویند. این نتیجه بی‌غیرتی مردان این ملت است. در هر قوم و ملتی که مرداشون بی‌غیرت شدن، زنهاشون ملت شرمنده میکنن. وای بر حال این ملت که عاقبتش چی میشده باشد. ای ملتی تاجیک، وقتی گناه انجام شود و کسی او را منع نکنه، از این هم بدترش انتظار شوین. همین خلاف کردن گیره کمتر بعد زنهای تاجیک در فیلم‌های فحشا هم میبینه. پناه به خداوند. ای مردم تاجیک، اینمی دیروز زلزله ونزوئلا برای شما درس نشید؟ زلزله ترکیه درس نشید؟ خداوند در یک لحظه یک شهر کاملا به خاک یکسان کرد. شما از الله نمیترسه که مبادا غضب پروردگار دامنگیری شما شود؟ همین قسل و آبخیزی ها میشود برای شما درس نمیشود؟ پا از آسمان بر سر شما سن نبارد بس نمیکنه شما از کارهای حرام؟ چرا شما انتظار